سلام. ما واقعا دیگه قصد نداشتیم که توی این برنامه به واکسن کرونا بپردازیم، چون در برنامه قبلی گفتنی ها رو گفته بودیم. اما در هفته گذشته خامنه‌ای بدون ماسک پرید تو قاب تلویزیون تا با یک اظهار نظر آبگوشتی درباره واکسن کرونا یک جوری خودش رو سوژه برنامه ما بکنه. نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر تو برنامه قبلی ما باید تلاش میکردیم ثابت کنیم که والا بلا اینا نمیخوان واکسن بخرن و مشکل نخریدن واکسن ربطی به تحریم و نداشتن یخچال و FATF و پول بلاک شده نداره، دیگه الان روشن شد که این تحریم ها نیستن که اجازه خرید واکسن نمیدن، بلکه خود آقاست که اجازه خرید واکسن رو نمیداده. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی آمد. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. آخه شل مغز واکسن رو میزنن که از گرفتن بیماری پیشگیری کنن. تو این یک سال که کرونا اومده بود که هنوز واکسنش وجود نداشت که کسی بزنه تا بیمار نشه. بعد این دکترها کاری که قبلا توی چند سال انجام میشد رو فشرده توی یک سال انجام دادن و تازه واکسنش رو تهیه کردن. یعنی واکسن میزنن که از الان به بعد کرونا نگیرن، نه اینکه اونایی که قبلش کرونا گرفتن خوب بشن یا اونایی که مردن زنده بشن. من واقعا اعتمادم ندارم، نمیدونم، گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن، ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. به بعضیا باید گفت تو از عقل فقط دندونشو داری. مشنگ این واکسن آمریکایی و انگلیسی که از خیلی قبل‌تر همه مراحل تست و آزمایش رو روی مردم کشور خودشون طی کردن، اینا که دیگه تو مراحل تست نیستن که بخوان روی ملت‌های دیگه امتحان کنن. اصلا چه نیازی به امتحان دارن؟ چون تو مرحله فروشن، چند صد میلیون پیش فروش کردن. بعد اول از همه مقامات کشورهای خودشون اومدن این واکسن رو زدن. چند میلیون دیگه در سراسر جهان هم این واکسن رو زدن. اصلا تو چیکاره هستی که برای سلامت 80 میلیون تکی تصمیم بگیری؟ برای گرفتن چنین تصمیماتی توی هر کشوری افراد متخصص در اون حوزه میان تحقیقات میکنن، نتایج تحقیقاتشون رو اعلام میکنن، ارگان‌های تخصصی اون تحقیقات رو بررسی میکنن و بعد در این مورد اجازه میدن یا نمیدن. نه اینکه تو بیای تو آخر یه سخنرانی بدون هیچ توجیهی من این اعتماد ندارم به اون اعتماد ندارم، بعد تمام 80 میلیون واکسن رو نزنن. تو اعتماد نداری، تو واکسن نزن. چرا برای مردم ممنوع میکنی؟ روحانی هم که تا به حال با دروغ درمانی ادعا میکرد که ما پول گذاشتیم میخوایم واکسن بخریم و فقط مشکل تحریم و ایناست، یک دفعه بعد از این صحبت ها یادش افتاد که اصلا هیچ مشکل تحریمی وجود نداشته، واکسن هم بوده، اینا خودشون نمیخواستن واکسن بخرن. ما واکسن هایی در اختیار ما بود زودتر بیاریم در کشور، منتها واکسنی بود که میخواستن روی مردم ما آزمایش کنند. یه شرکت هایی بودن به ما پیشنهاد دادن و وزارت بهداشت درمان ما به حق نپذیرفت و قبول نکرد. پس بنابراین مردم ما مطمئن باشند که اونها وسیله آزمایش برای شرکت های سازنده واکسن قرار نخواهند گرفت. هیچی نمیگم، همون شب توی کوبا اینو داشته باش. توافق برای آزمایش واکسن کوبایی روی ایرانی ها. شامگاه شنبه اینجا در هاوانا با حضور مدیر انستیتوی پاستور ایران و مدیران وزارت بهداشت کوبا. واکسنی که مراحل اول آزمایش انسانیش را گذرانده، اما قرار است مرحله سومش روی ایرانی ها تست شود. به این میگن اومد ابروشو درست کنه، زد چشمش هم کور کرد. روحانی میخواست روی حرف خامنه‌ای ماله بکشه، اومد چیزی گفت که حالا باید چند تا مالکش بیان اینو جمع کنن. آخه تو همون روز تو هیئت فرستادی کوبا که برای آزمایش واکسنشون قرارداد ببنده. اگر آزمایش بده، چرا پس میخوای واکسن کوبایی رو آزمایش کنی؟ اگر آزمایش خوبه، پس دیگه چرا حرف مفت میزنی سر واکسن‌های آماده‌ای که تازه مراحل آزمایششون هم طی کردن؟ حالا هر جور فکر کنی با هیچ منطقی جور در نمیاد که چرا سیدعلی این حرفو زده. چون تو حماقت رفته یه جایی وایستاده که کسی نمیتونه باهاش بیاد. به خاطر همین تمام بسیجیایی که این روزها تو خماری نگرفتن انتقام سخت داشتن گیج می‌خوردن، یه بار دیگه هم گیج خوردن که چرا آقاشون این جمله رو گفته. چند روز پیش رهبر معظم انقلاب
سخنرانی داشتن و با قاطعیت اعلام کردن که ورود واکسن از آمریکا، انگلیس و فرانسه رو در واقع منع کردن. بعد حالا به هر حال یک هیاهوی جهانی اتفاق افتاد، سازمان بهداشت جهانی نظراتی داشت و حالا بالاخره چیز کردن. شما پزشک هستید آقای دکتر، میخوایم به ما بگید که در واقع چرا رهبر انقلاب با قاطعیت گفتن که مثلا واکسن آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی نمیتونه دردی رو از ما درمان بکنه؟ شما به جنبه‌های علمیش لطفاً بپردازید. اون دو تا واکسنی که در آمریکا تولید شده، مثل فایزر و مدرن، از یک تکنولوژی خیلی جدید استفاده کردن، یعنی از در واقع آرن‌های پیام رسان به قول معروف ترجمه، که الان خود همون شرکت فایزر رو بروشورش که برای واکسن زده شما دقت کنید اینا رو نوشته این واکسن ممکنه باعث واکنش‌های آلرژیک بشه. یعنی ممکنه شما بعد خودش نوشته گلوتون ورم بکنه، صورتتون ورم بکنه، دست و پاتون ورم بکنه. یه جمله دیگه هم زیرش نوشته ممکنه عوارض شدید و جدی دیگه هم باشه که ما هنوز نمیدونیم. به این میگن مالکشی اولیه قبل از رسیدن نیروی کمکی. یه جوری میگه که انگار خودش رفته تحقیقات کرده اینو درآورده. بابا روی شربت سینم نوشته که ممکنه برای بعضیا عوارض جانبی داشته باشه. اینو که تو در نیاوردی، اینو خود شرکت نوشته که اون افرادی که آلرژی دارن هوشیار باشن. همه مردم که آلرژی ندارن. هر روزم همه تلویزیون‌ها دارن فیلم‌های واکسن زدن ملت رو نشون میدن. حتی آقای جو بایدن هم واکسن زده، 2 بار هم زده، نه صورتش ورم کرده نه دست و پاش ورم کرده. هیچکی نمیدونه 1 سال 2 سال بعد عوارض طولانی مدت اینا چی هست. یعنی شما الان واکسن زدید، این واکسن زدید، 1 سال 2 سال دیگه در بدن شما بیماری خاصی تحریک میشه. اگر به یه حرفی اعتقاد نداری مجبور نیستی به خاطرش خودتو از طبقه دهم پرت کنی، نابود کنی. تو مثلا پزشکی، یعنی چون نمیدونیم 2 سال بعد چی میشه الان هیچ واکسنی نزنیم؟ فعلا با کرونا از کشته پشته بسازیم؟ خب اگر این واکسن‌های معتبر که از همه جلوتر بودن و همه مراحل آزمایش رو با نتایج مثبت طی کردن معلوم نیست 2 سال دیگه چی کار میکنن، میشه بگی کدوم واکسن الان نتایج 2 سال بعدش معلومه که بشه ازش استفاده کرد؟ نکنه میخوای بگی اون واکسن داخلی کووی برکتتون گارانتی 10 ساله داره که هنوز جواب تست میمونش هم بیرون نیومده. اما از اونجایی که حرف خامنه‌ای کاملا بیرون از دایره عقل بوده، تمام نوچه‌های مالکش نظام ردیف کردن که یک جوری یک دلیل علمی برای این مهمل پیدا کنن. از نظر علمی دکتر خیلی خلاصه و تقریبا میشه زبانی که ما همه متوجه بشیم توضیح بدید که چرا میگیم که نباید خرید از واکسن؟ من اصلا به سیاسیش کاری نداریم، فقط علمی توضیح بدید. مثلا واکسن مثل فایزر رو انسان تا حالا اولین بارشه، ولی خب برای ما که یه خوشبختیه، یعنی رو مردم آمریکا تست میشه، ایران هم داره همون رو میسازه. ما اگه دیدیم که اونا مشکل پیدا کردن، خب اینجا به هر حال تجدید نظر میکنیم، اگه هم دیدیم خوب بود که اقدام میکنیم. یعنی ما که در فاز بعدی قرار نگرفتیم، اونا روی اروپا و آمریکا تست کردن، ما نتایجش رو میتونیم ببینیم. اینم خودش یه فرصته به هر حال برای ما فراهم. بله. ببین اگر نمیخوای بخری بگو نمیخریم، دلیل علمی هم نداریم. این چرت و پرتا چیه میریزی رو دایره؟ اولا اینکه اونا تستاشون رو کردن در ابعاد 44,000 نفر و چون نتیجهش خوب بوده وارد فاز تولید انبوه شدن. بعدن هم چند میلیون نفر این واکسن رو تزریق کردند. دوم اینکه شما کجا تکنولوژی ساخت واکسن از مدل فایزر رو داری؟ اونا از 8 ماه پیش شروع کردن، تازه الان به نتیجه رسیدن. شما اصلا تکنولوژیشو ندارید که بخواید شروع کنید. میخواید بدونید چقدر از اون عقب ترید؟ اینو گوش کن. این چیزی که توی انگلیس در واقع مطرح شده، خب اونا یه سیستمی دارن که ویروس ها رو سکانس میکنن، یعنی مثل ژنتیک انسان که برای هر فرد ژنتیکش خاصه، تو ویروس هم ژنتیکشون خاصه. ممکنه ویروس کرونا باشه ولی خب انواع مختلف داره، زیرگونه‌های مختلف داره. خب اینا 140,000 ویروس رو تا الان از اول اپیدمی خب سکانس کردن. کار خیلی مشکلیه. مثلا ما تو ایران فکر نکنم تا حالا بیشتر 10-20 ویروس تا حالا سکانس شده باشه، چون خب هم امکانات تکنولوژی میخواد. ببین از 10 تا 140,000 یعنی یه فاصله ای هست. هر وقت این فاصله رو پر کردی بیا مالکشی کن. البته از اونجایی که توی رقابت بین مالکش‌ها دست بالای دست زیاده، یکی دیگه شون که ظاهراً سابقه سپاهی هم داره با یک استدلال سلامی نشان
به کمک عظما اومد که در واقع حکم پریدن از هواپیما بدون چتر نجات رو داره. حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا: در برخی از واکسن‌ها اقدام به تزریق چیپ الکترونیکی می‌کنند و GPS را در بدن ما کار می‌گذارند تا به واسطه این واکسن کلیه واکنش‌ها و حرکات ما رو تحت کنترل قرار دهند، تا جایی که ما یک نوع آدم‌های آهنی خواهیم شد که کنترلمان در دست دیگران است. شما چی میخونید؟ کجا سیر میکنید؟ این همه حماقت رو از کجا آوردی؟ بابا اون مشنگ یه حرفی پرونده. آخه چقدر به تو دادن که بیای اینطوری ماله بکشی؟ GPS با سرنگ کار میزنن تو بدن آدما؟ قبل از اینکه اینو بنویسی با کسی مشورت کردی؟ مثلا خودت روش فکر کردی که چطوری این کارو ممکنه انجام بدن؟ تو یک شیشه واکسن چجوری سوزن سرنگ باید اون GPS رو پیدا کنه؟ بعد اون چیپ الکترونیکی از توی سوزن بره، بعد دوباره برگرده توی بدن. مثلا فرض بگیریم که این کارو کردن، چطوری میخوام بفهمن که این GPS الان توی بدن کیه؟ بعد اون GPS به اون ریزی چطوری میخواد کنترل آدمو به دست بگیره؟ بعد چطوری میخوان آقا 80 میلیون رو کنترل کنن؟ چون 80 میلیون کنترلر نیاز دارن. مثلا چرا؟ ببین من الان نگران اینم. این الان واکسن نیاز داره، واکسن حماقت. مالکش بعدی رو آورده بودن توی تلویزیون، دیگه خیلی رفته بود فکر کرده بود که چجوری این قضیه رو جمع و جور کنه، اومد با یک استدلال آماری زیر بغل عظما رو بگیره. بحث مشخصا راجع به واردات واکسن از آمریکا و انگلیسه و خب این واکسن معروف فایزر که خیلی معلوم شد. چند تا نکته رو من میخوام بگم. ببینید همین الان عوارض عجیب غریب تو آمریکا داره به خودش نشون میده. من امروز داشتم نگاه میکردم 60% خود کادر درمان آمریکا حاضر نشدن تحت انجام تست. ببین اصلا 60% نه، تو بگو 80% مردم آمریکا حاضر نشدن واکسن بزنن. ولی ببین اونجا واکسن رو جلوی مردم گذاشتن، خود مردم حق دارن انتخاب کنن که واکسن بزنن یا نزنن. ولی اینجا یه روزخونه دو پولی برای 80 میلیون تصمیم گرفته که هیچکس حق نداره این واکسن معتبر رو بزنه. یعنی حق آزادی انتخاب واکسن هم به مردم نمیده. بابا هلال احمرتون 150,000 دوز واکسن نقد رو برگردونده، نذاشته اصلا دست مردم برسه. آخه چرا؟ مقام معظم رهبری گزارشات متعددی رو دریافت میکنن. یکی از این گزارشات هم گزارشات علمی در حوزه همین بحث واکسنه. ایشون هم از ما گزارش میگیرن هم از دیگران. واکسنی که به روش mRNA داره ساخته میشه، خب مقالات زیادی در موردش هست که تردیدهایی رو اعلام میکنن. mRNA که در سال تقریبا خیلی سال پیش مشخص شد که تو واکسین پروداکشن و ساخت واکسن هم میتونه مؤثر باشه. خب این کار شروع شد اما هرگز کلینیکال ترایال فاز 4 که سالها طول میکشه رو کسی ندیده. در خود امریکا در همین مجله نیچر، در بعضی از مجلات دیگه مقالاتی چاپ شد که میتواند mRNA عوارضی رو داشته باشه، من جمله اشکالات خودایمنی ایجاد کنه، سیستم ایمنی رو با اون دستکاری که میتونه بکنه به هم بریزه. خب این میگه چون یک سری گزارشات به دست مقام عظما رسید، ایشون هم نتیجه گرفتن که این واکسن mRNA میتونه عوارض داشته باشه. پس به نظر میرسه که یکی این وسط این گزارشات رو هک کرده، چون تا همین 2 ماه پیش مقالاتی که توی سایت‌های رسمی نظام چاپ میشد همه در تایید و تعریف و تمجید از واکسن فایزر بیونتک بود. بیا برنده جایزه مصطفی واکسن کرونا تولید کرد که 21 آبان 99 اینو نوشته. حالا این جایزه مصطفی چیه؟ یه جایزه علمیه که هر 2 سال یک بار به یک دانشمند مسلمان میدن و چون یک بار این جایزه رو به اوگور شاهین یعنی رئیس فعلی شرکت بیونتک که یک پروفسور ترک تبار هست داده بودند و الان این شرکت در همکاری با فایزر اولین واکسن معتبر کرونا رو ساخته، اون موقع میخواستن این دستاورد علمی رو به خودشون یه جوری بچسبونن. به همین خاطر اون موقع یعنی تا همین 2 ماه پیش واکسن فایزر بیونتک نه تنها عوارضی نداشت بلکه کلی هم حلوا حلواش میکردن. نگاه کن، واکسن تولید مشترک بیونتک فایزر در بیش از 90% از آزمایش‌های انسانی با نتیجه مثبت ظاهر شده است. پژوهش‌ها و اقدامات شاهین در تولید نسل جدیدی از واکسن‌ها بی‌مثال بود. تولید واکسن با استفاده از mRNA نسل 4 و نسل آخر واکسن هاست و عوارض کمتر و سرعت بالاتری در تولید واکسن را دارد.
بعد اصلا این جایزه رو به خاطر همین تکنولوژی جدید ساخت واکسن بهش دادن. او جایزه مصطفی را در سال 2019 برای طراحی واکسن‌های درمانی بر پایه mRNA دریافت کرد. بعد کلی هم با همین جایزه مصطفیشون در دفاع از این واکسن پوز میدادن. جامعه علمی ایران 2 سال زودتر از دنیا به اهمیت این روش در تولید واکسن پی برده بود. بعدم کلی همین پروفسور اوگور شاهین سازنده واکسن فایزر بیونتک رو به خاطر ساخت همین واکسن کرونا تا همین چند وقت پیش بهبه و چهچه می‌کردن، توی جلساتشون دعوت می‌کردن. اگه دوز پایین‌تر باشه ما حتی میتونیم افراد بیشتری رو بهشون خدمت رسانی کنیم که با 1 کیلو از اون میتونیم 1 میلیارد نفر رو خدمات بدیم که راه حلی پیدا بکنیم برای دسترسی رایگان همه به واکسن. We wish you success and pray God that vaccines and this mRNA vaccine. خیلی ممنون پروفسور اوگور شاهین، از شما تشکر میکنیم و دعا میکنیم که واکسن شما زودتر به نتیجه برسه. و حالا با یک گزارش که معلوم نیست چطور به دست عضوان رسیده، همه این بهبه و چهچه ها دود هوا شد. حالا پدر یک خانواده اگه اومدن بهش گفتن آقا این دارو، این غذا، این شیوه معالجه برای فرزندت ممکن است عارضه ایجاد کند، پدر و دلسوز یک خانواده حق دارد که منع کنه مسئولین کشور رو از چیزی که در رابطش باش تشکیک ایجاد شده. این همه قوقا و بلوا نداره این حرف، این همه جفسازی و شانتاژ نمیخواد. تو به این میگی جفسازی؟ اولا از که این آقا با مردم فامیل شد پدر خانواده؟ این همونی که دستور شلیک به مردم رو داده. بابا این همونی که بچه مردم رو اعدام کرده. مردم دارن عکسش رو آتیش میزنن. بعد دیکتاتور رو میخوای بکنی پدر خانواده؟ بابا آقا آتشین میشود. بعد توی دورانی که روزی 100 تا مردم دارن قربانی کرونا میشن، طرف اومده میگه تنها درمان معتبر ممنوع، یعنی جون مردم رو میخواد بگیره. بابا این کارو دشمنم نمیکنه، تو به میگی پدر؟ این قوقا و بلوا نداره؟ والا اگر شورش هم براش بشه بازم کمه. در نهایت از همه تناقض‌گویی های اینها به وضوح میشه فهمید که ممنوعیت ورود واکسن های معتبر مطلقاً دلیل علمی نداره. بنابراین تنها دلیلی که برای تصمیم خامنه‌ای باقی میمونه فقط یک چیزه و اون هم حفظ امنیت نظامشه. خامنه‌ای میدونه که بیشترین قربانیان کرونا از میان اقشار محروم جامعه هستند و این دقیقاً همون قشریه که خامنه‌ای بیش از همه از خیزش اونها واهمه داره. همونهایی که توی قیام آبان زمین رو زیر پاش لرزوندند. بنابراین همون فکری که در قیام آبان فرمان شلیک و کشتن 1500 جوان رو توی خیابون‌ها داد، همون فکر این تصمیم جنایتکارانه ممنوعیت ورود واکسن رو گرفته تا باز هم قربانیان بیشتری از قشر محروم بگیره و همه رو به حساب کرونا بذاره. خب این طرح و نقشه خامنه‌ایه، اما آیا مردم به اون اجازه میدن که این طرح رو محقق کنه؟ وقتتون بخیر و خدا نگهدار.